مادرم تنها یک چشم داشت، چشم دیگرش نبود. از این رو از مادر خود نفرت داشتم، زیرا این حالت در بین جوره هایم مرا ناگوار می ساخت. وقتی که من خرد بودم پدرم در یک صدمه وفات کرده بود. تامین زندگی عائله در دست مادرم بود. برای همین در مکتب آشپز شده کار میکرد. یک روز در مکتب بودم که مادرم به نزد من آمد. حال پرسی کردنی شد. از همصنفانم شرم کرده از نزد مادرم دور شدم. این رفتار را برای من چگونه میکرد؟ با نفرت سوی مادرم نگریستم. روز یک دوستم از من پرسید مادر تنها یک چشم دارد، برای چی چشم دیگرش نیست؟ دوستان دیگرم هم به من میخندیدند. از این خیلی شرم کرده مردن مادرم را میخواستم. وقتی که با مادرم واخوردم با وی گفتم که تو سبب مزاح و مسخره من میشوی. از این سبب من با همصنفانم جنجال میکنم. مردنت خوبتر است گفتم. مادرم به من هیچ چیز نگفت، تنها با یک چشمش به من نگریست و رفت. آن سخنهایی که به مادرم گفتم بی اندیشانه گفتم، زیرا که عصبی بودم. حسیات وی مرا علاقه‌دار نمی کرد. مادرم را در خانه نمی خواستم، اما خانه از او بود. به موفقیت های بسیار سزاوار گشتم و به دانشگاه قونیه داخل شدم. بعد از یک چند سال عائله دار شدم. پول جمع کرده صاحب خانه گشتم. فرزنددار شدم و از حیاتم ممنون بودم. مادرم را از خاطر برآورده بودم. یک روز مادرم به زیارت ما آمد. از بین چند سالها گذشته بود که مرا ندیده بود. به نزد در آمده در را تق تق کرد. در را گشودم که فرزندانم از مادر یک چشمه من ترسیدند و گریختند. فرزندانم را با مادر کلانشان شناس کرده نتوانستم. یک فرصت یافته با او گفتم که چگونه راه خانه مرا یافتی؟ در حال از اینجا دور شم. مادرم جواب داد عذر میپرسم، سراغه خانه را خطا کردم. سخنهای آخرین مادر به فرزند بود. از بین چندین سالها گذشت. یک روز خطکشان به من مکتوبی آورد. مکتوب از نام مادرم بود. آن را گشاده به خواندن سر کردم. پسر جانی عزیزم، همیشه در یاد تو بودم. تو را فکر میکردم. برای تو ناراحت و فرزندانت را ترسانیدنم. از تو عذر میخواهم. سبب یک چشمه بودنم را به تو میفهمانم. وقتی که تو خیلی خردکک بودی ما در فلاکت ناخوش دوچار شدیم. پدرت وفات کرد و تو باشی از یک چشم جدا شدی. علاج جراحی نداشت. با مصلحت دکتران یک چشمم را به تو دادم. امروز ها من یک چشم ماندم، لیکن تو را نخواستم که یک چشم مانی. برای تو من از جانم هم میگذرم تا که تو سالم و بردوام باشی. برای تو از همه چیز گذشت کردم، چون که تو فرزندی من هستی. تو را بسیار دوست می‌دارم. مادرت.